خب دوستان رسیدیم به اینجا کاروان پارک، در واقع دیسکاوری. شعبه‌های مختلف داره تو هر شهری. الان تو شهر پورت آگوستا هستیم، تقریبا وسط راه. حدود 1100 کیلومتر اومدیم راهو. 8:30 صبح، الان هم ساعت 11:30 شبه. عالی. خب اینجا من یه اتاق گرفتم، زمین داشت با برق، بدون برق نداشت، با برق داشت. $35 شبی. بعد دیگه چون من وسط راهه یه اتاق گرفتم شبی $104. بریم ببینیم چکین کنیم ببینیم چی میشه. ما شد دیر اومدیم، برامون کدشو فرستاد، اومدیم از کاف صندوق بسته‌مون رو برداشتیم. حالا بسته‌مون رو باز کنیم بریم. خوابیدم. بدون کلید توشو اینستراکچر رو من پایین است. حالا بریم اتاقم کجاست بگردم تا ببینیم چیه. این دیگه اتاق با تیم دایتری. یه تخت داری نه یه دونه برای چای درست کردن، اینا همون دستشوییه به این صورت با حوله و همه چی تمیز. ایرکاندیشن و همه چی هم داره برای اوتو کردن. اینا هم میزه تو، این هم